بچه‌ها بالاخره کمپ تلوید امروز یه جا رزرو کردیم برای فردا حدود 1:30 ظهر قراره که بریم. الان همونجور که از پشت سر من معلومه اومدیم یه سری وسیله ها بگیریم. یه دونه میخوایم حالت سورتمه بگیریم چون که بعد بیاریم پس بدیم. استاد سلطان بله بیا داداشم. کجاست بلک دایموند؟ الان میفرم میکنه. آره بعد اومدیم یه چند تا وسیله بگیریم و اینکه برای فردا کفگیر واسه چیزی نشون بده اینجا. به کفگیر کشول زن یه رسمت ببخشید من معذرت. به ببینید دوستان اینا کفگیر قشنگ، کفگیر چوبی هم هست ضرر هم نداره. کشول زن بچه ما حسابی اومدیم این کیسه خوابا رو گرفتیم. درست معلوم نمیشه ولی خب همچین چیزیه، رنگش آبیه. آره بریم چیزا رو نگاه کنیم. بله اینا همش کیسه خوابه. جان کجا بود چیزا اونا؟ بلک دایموندا. صندلی هم داریم. صندلی دقیقاً تقریبا این شکلیه. این که اینجاست. بچه تا حالا صندلی کمپینگ برای بچه ها دیده بودیم؟ اینا چقدر خوشگله. اینم داداشم. یالا عشق من. این قسمت برای کارابین نمیخوام. نه ما سود نداریم. میواره نه. بله چیه؟ اینو من نمیدونم دیگه. چیزه برای نمکتون مثلا. کلاه پر از مارک‌های مختلف. بیا بلک‌ها چیزاست. بیا بیا بچه میخوایم یه چراغ بگیریم اول از همه چون که جان فرزه پس بدیم. میخوایم یه پس بدیم. اینا همیشه آره از اینا چون که ما نیاز داریم که روشنایی باشه زمانی که داریم کار میکنیم. اولین چیز مهم اینه. چراغ مختلف هست. بچه ما سریع گرفتیم دیگه، داشتم میبستن نتونستم فیلم بگیرم، عجله شد. این چراغو گرفتیم، برندش بلک دایمونده. حالا اگه شد لینکشو میذارم این زیر که برید تو آمازون ببینیم. الان میخوایم آنباکسش کنیم ببینیم چه جوریه. اصل جنس مورچه. آهن روبا هم داره درسته؟ نداره جا؟ آهن روبا هم داره. آهن روباش کجاست ببینم نمیدونم. آره اینو که ببندی میچسبه سقفی اینجوری؟ آره میچسبه مثلا ببندی فکر کنم داره. آره اونا آهنشو میبینی اینجا اینا؟ آره آهن روباشه؟ آره کادو چون منو داره. بوچه میداره چه نمون شده بست من این الان رنگ های مختلف داره. همین رنگه میشه. بنازم ماشالله. الان رسیدیم تو منطقه‌ای به نام کبکی که همه فرانسوی هستند. همونجوری که می‌بینید تابلوها همه فرانسوی نوشته. آره چراغشون خیلی باحال برعکس شده. حالا اینا فکر نمی‌کنم اینا هم از همون اتاوا اومدن ولی اونایی که فرانسوی هستند هم مثل این ماشینه دیگه پلاک جلو ندارن، همه پلاک‌ها فقط عقبه ندارن. آره مثلا اینو تسلا مثلا هیچ نداره.
بچه بالاخره کوه. 1 سال بود ما کوه ندیده بودیم. به 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 به. دیگه نداری؟ اون بر ای وای کوه چقدر خوشگل. کوه سعی گفتی چه کجاست؟ اوه عویق. یعنی ما توی آنتاریو توی مثلا اتاوا اصلا یه همچین ارتفاعی هم نداریم. نیست اصلا نداره. این برام اینا برای ما جای کوه دارم بهشته. کجا؟ حالش بود دیگه. حالش آها جتنجه شدن شمال قشنگ شدن شمال. آبشار یخی. آبشار. بله تمام یخ زده. چه پاهار. ببین این دیگه شماله. با این تابلو این قشنگ شماله. دقیقاً سمت چی هست که بالایی بود بعد سر پایین نمیشد. درخت‌ها دقیقاً اینجوری هم گردنه چی میگفتن نمیدونم. برف دارن میبرن بچه‌های راهداری. بعد میارزه تو این همه برف کجا میبرن؟ همین کجا میبرن؟ چقدر برف؟ خیلی نمیدونم. این ورو. چند کیلومتر درسته؟ نوکره. تقریبا 20 تا اینا مونده باشه. تقریبا استاد 19 کیلومتر باری کرد. فدات شم الهی. بچه‌های امامزاده هاشم اتاقا چیز بخشی که به این به نظرم خوشگل ترین سابقه که تا حالا دیدم. خیلی خوشگله. تیمورتون رو ببین. بریزه به پاشو بگیر. دوربین آب گوه میاد. بله نسبت به گوه میاد. اینجا کجا داره این گل؟ بابا تا ببند اینا رو ببند. چرا ببند؟ درجه رو ببند. اوه نه میخوام ببینم کجا میکشه این دارو. بیشتر تو جنگ تارزان داره میکشه. چه اینجا داره تارزان هم میکشه کجا میکشه؟ آخه من ببینم. بله جدی از کجا میکشه بوش میاد اینجا؟ الان این جنگل دیگه تا فاصله چقدر؟ چقدر آدم نیست اینجا که. کلا جنگل این ورا کلا جنگل. هنوزم نرفته. واقعا عجیبه. واقعا مثل هوا هست. آره. بله دوستان ما نه زیرانداز داریم نه چیزی داریم که این همه وسیله رو با خودمون ببریم، چون قرار تقریبا 3 کیلومتر راه بریم از جایی که قرار ماشین پارک کنیم یه جا و 3 کیلومتر بریم تا برسیم به اون جایی که رزرو کردیم. البته برای ما چیزی نیست. نه برای ما چیزی نیستش. یعنی
بگم دارم سرویس میشم الکی نگفتم. یارو میگو اسکی بیارید. بعد چون ما اسکی نداشتیم تصمیم گرفتیم که بریم یه سورتمه بخریم. سورتمه این چیزایی که اینجوری میکشن وسیله عکسش رو میذارم اینجا. و سورتمه پیدا نکردیم. الان نمیدونیم چجوری این همه وسیله رو ببریم. و اون یارو هم که داشتم رزرو میکردم میگفتش که باید با پارکبان صحبت کنید ببین اصلا میتونید پیاده برید بدون اسکی یا نه، که ما خب این کار نکردیم طبق معمول، چون برای ما اینجا فیس تو فیس صحبت باری کرده فیس تلفنی کنید. جا تقریبا دیگه رسیدیم دیگه نم و تا چش کار میکنه بیابون همه چیز ترکیب فقط زیر انداز بریم. برای تئوری سلطان بگو تئوری رو. زیرانداز که نهایت اینه که برف زیاده فوقش مثلا بخاری هم تو جاده باشه برف آب میشه چیز مهم نیست. اتفاقات مثلا دستا بام بشکنه نه خدا رو شکر نه. تهش مثلا اینقدر برفه که قرار رو اینقدر برف بخوابه. اونم قرار آب بشه بره زیر. آره چیزی نیست. بخاری تو چاده روشنه پارو هم نداریم. آفرین خب چیزی نیست. کمپیناش خوشگل میکنه کارو. مگه نه خوشگل داشتیم شب او قشنگ 3 تا دوربین آوردم چیز ببر 3 تا دوربین 3 تا باتری آوردیم برای دوربین میخوایم کامل از لذت هامون دوربین خیس میکروفون خیس دهنم خوش یعنی آب نداریم این وسیله هم اینجوری خب جاده بسته جاده سید برو کن سید جاده رو بستن بگیری به ریخت و پاشو بگیری ریخت و پاش الان کجا رو باز کردی دستش در من واقعا خیلی تاثیر گذاشت بچه‌ها ببینید چجوری باز کرد جاده رو دمت کن سید دمت کن بازم برگشت ببین چیکار میکنه اونجا بگو بیا برو اونجا زیر چادر ما رو جمع کن بجای اینکه اینجا رسیدیم آره بگو داشت وضعیت سایت کمپسایت همین شکلیه قراره به امید نمیدونم زیرت پاشو بمیدم بخورم. آخه من یه سوالی دارم من سوالم و مطرح کنم یه لحظه. آقا ما الان $50 دادیم یه جا گرفتیم پول جا دادیم درسته؟ خب باید یه سری چیزا باشه دیگه یه سری خب نه اینا خب چی؟ رسیدیم درش اونجا میگه که رسیدیم کجا باید پارک کنم؟ هم مثلا اونجا فکر کنم خوبه نه پارک تو کار نداریم الان میخوایم بریم ببینیم که بعد الان مثلا ما جوابگوه همون الان کی مثلا از کجا باید بریم؟ از اونجا باید بریم فکر کنم پشت این آبیه یا این ور یا نه اینو دیگه مطمئن نه اون یارو که داشتیم زنگ میزدیم گفت ما چوب میذاریم براتون فقط باید برید بردارید اگه میتونید برید دیگه نگفت که ما درست اومدیم آره در اینکه ما درست اومدیم شکی نیست باید بریم اینجا چی نوشته؟ از که باید سوال کنیم چی نوشته؟ registration for winter ما شدیم بیا بریم بپرسیم آره بیا ریجستر نشدیم آره ببین چادر عکس برف اینا آره نشون هست اولیه آنجا داله بفهم یا علی سلطان علی بفهم بفهم داداشم یا الله این زنگوله داره بفهم رو کرد خودش رو چوبوی خونه‌های قدیمی میاد Hi, how are you? Thanks. For camp, okay? We are here. You're going to go down. That you will go back to the parking lot P19. Yeah. Okay. And the trail begins there. Okay. Okay. You will be walking on the left
side of the road where for snowshoers or the skidoos, okay? And skidoos are for the maintenance crew, okay? You will be going down, and so I'm assuming you do not have snowshoe passes. Like you don't have any. Okay, so. Thank you so much. Right. Thanks. Thank you. Okay. Enjoy yourself. Thank you. Make sure to have this with you. Of course, yeah, this is a Thank promo. you. Should I go? Okay. Thank you. Thanks so much. Have a nice Bye. day. Thank Bye. you, Angeline. Go. Hi. خدا بر. Thank you so much. بعدی جون. جون؟ بله دوستان عزیز یعنی یارو یه جوری ترسون من فکر کردم عملیات داریم انجام میدیم آقا کی؟ چی میگو؟ آها چی؟ میگفت خب شما وسیله هاتون قرار نیست برسه اونجا چون رزرو نکردید اگه چیزیتون شد با این شماره تماس بگیرید از 911 زودتر میرسن داداش نه خوبه نه خوبه آره منظور یارو بگو داداش 911 چیزی داداش. بگو با ما تماس بگیره ای کلا رفت پشت خب ماشین ماشین رو پارک کنیم اون من با بریم اون بر آره بچه ها بالاخره داریم نزدیک میشیم به جایی که میخواستیم جایی سلطان جان چطوری؟ نوکرم منم که دیگه پاشیدم اون همه راه رو اومدیم تقریبا بروی چقدر بود؟ 3 خورده ای این همه وسیله این بر کل پشتی باید داریم میرسیم این خونه هم یکی توشه که از همون پس میخواد باید دوباره بریم اون همراه بریم اون سم بعد هم میرسیم نقشه بهمون دادن گفتن اگه خواستید بریم کجا برید به نقشه نگاه کنید داره ما اینجا نگاه کردیم من نوکرتم ببین عشقی ما الان کجاییم؟ ما الان اینجاییم اینجا آره ما خوبی آره اینو باید بریم این و بریم و اینجا A4 چی میشه؟ اینجا این تصویر که آها این آره A4 اینه بعد اون برو بریم دیگه آلیور نقشنی بدن این چند کیلو میشه برم داریم؟ کی؟ این حداقل دیگه 5 کیلو میشه نه؟ ولی این خونه خوشگله آره ما بریم ببینیم که میتونیم پیدا کنیم یا نه به هم اوی دستی بچه تو راه آوردن کیسه خواب تمام این جایی که میبینی اینجا تمام جاده است یعنی ماشین روه الان اسکیرو شده الان برداشتن اسکیروش کردن هم نمای بیرون چادره که ما آمدیم میخوایم بریم کیسه خواب البته همینجور تاریکی من نمیدونم چرا میگیم میخوایم بریم کیسه خوابا رو برداریم